بعضی از ساکنان شهر دوشنبه میگویند که بهوده و بیهوده قسم نمیخورند، اما با اطمینان میگویند که بسیار وقت از زبان دوستان و نزدیکان و در کوچه ها سوگند میشنوند. به خصوص به گفته آنها تاجران و جوانان برای به دست آوردن باوری مردم با نام خدا قسم میخورند. چندی از راهگذران در دوشنبه گفتند که برعکس سوگند برای بسیاری ها علامت دروغگویی شده است، یعنی کسی که به چیز قسم میخورد پس میخواهد فریب دهد. بله، همین سوداگران هم قسم میخورند که مثلا همین صفت اگر اوریجینال باشه که صفتش پس باشه، میگه همین اوریجینال است که چی است، میگن که قسم به خدا هم قسم میخورند. لیکن میدونم که قسم میخورند لیکن کاری نقض نمیکنند. قسم میخورند با طلاق، با زنشون، با فرزندشون. خب بسیار خوشنودگی، بسیار خیلی قسم میخورند. سو میگم مادرم با جای زنم قسمای بیزی، بسیار قسمای بیزی با. خوشنودگی. از کی؟ از بسیار افریقا، از بسیار دوستا، از بسیار آدما خوشنودگی. بسیار از ما همین لیش نما یک از قسم خورد باورش نمیکنه، میگم زنا چی دروغ میگه قسم خورده است. همین به قسم هم میگه ها پرای نکی راست میگفته قسم نخورده. در مرکز اسلامی تاجیکستان میگویند سوگند خوردن به یک کار عادی تبدیل شده است و بنابراین روحانیان مجبور شدند چون این رفتار مردم را محکوم کنند. متاسفانه امروز در جامعه ما میبینیم که حتی بعضی افراد که از جمله یعنی یک رفتار بسیار قبیح است که حتی مادران خود را در جای همسران خود قرار میدهند، در حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردند که احترام کن مادرت را بعد از آن پدرت را. با وجود همین بعضی افرادی که البته این از فرهنگ ما نیست و مردم ما به این نفرت دارد و خصوصا قسم خوردن به نام پدر یا مادر از نگاه شرعی ممنوع است. مسئولان مرکز اسلامی تاجیکستان از آن نگرانند که قسم به نام خدا نیز به یک سخن عادی و بی‌قدر تبدیل شده است و بدتر آن است که دیگر اعتماد را جلب نمی کند. البته قسم خوردن در شریعت بالکل معنی است. حالت‌هایی می شود که حالت‌های استثنایی است. بعضی حالت‌هایی است که دعواگر یعنی قبول نمی‌کند، اعتبار نمی‌کند، در این حالت مجبور می‌شود که اون نفر به نام خداوند قسم بخورد تا اینکه طرف مقابل را به این چیز راضی کناند. روحانیان رسمی در تاجیکستان گفتند که در فکر مجازات قسم خوران نیستند، بلکه کوشش دارند توسط صحبت‌ها در مساجد مردم را تربیت کنند.